Hochmadi و دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه یعنی همین مؤسسه محترم استاد جوان داده می‌شود. می‌پرسم اصلا هر جوانان خوردن اصلا برای سخن کردن یک 10 دقیقه 5 دقیقه پیشتر خبردار میکردن که آماده میبودیم. خب خیلی در حالتی که با چنین شخصانی معتبر با چنین شخصانی که تمام جمهوری حتی اونجا بچه ها گفتن که خریب دنیا حرمت و احترام عزت دارد واقعا این شرط نیست تیاری میگن. خب خیلی استادان من نمیشناسم من میشناسم چون که بعضی وقتا اگر وقت شود روزهای یکشنبه کم و بیش اگر یک چهارکی نباشد تلویزیون تماشا میکنم. ما اصلا با واسطه تلویزیون استادان میشناسم. باید یک چیز است در مورد کویستان آزی گفتم که بسیار چیزای خوب گفتم. فراست اصلا در مورد کویستان که چقدر کمتر است. من اینه حس کردم از تجربه چون که با خریام میشن میاریم کم است. عقل هست دانش هست لیکن فراست نیست. لیکن پایانتر طرف شهر میفویی عقل هم کم باشد فراست بود بیشتر است. میره من اینه بر که هم حس کرده بودم. شما بسیار خوب قید کردیم. خب بعد اصلا خودم خیلی کاری قدر کاری خوبم نیست. اگر کاری خوب میشد خیلی استاد ادامه میدادن. خب بعضی وقتم نداریم مانده میشویم. وقتی استراحت کردن هم نداریم. من که همون معنی کوچکی که آیا هست یا نیست و هم یک قریب که تمامی شبانه روزی بند است. لیکن امروز من استراحت کردم. در حقیقت من یاد ندارم که کی استراحت کرده بودم. لیکن یک لحظه در خاطر دارم کم کرد یک 5 دقیقه وقتی که شعر استاد در جشن استقلالیت وطن دارم خوندن یک نمیدونم کردم یک چیزی که استاد بودن منم قریب که سالمون یک باشد اونقدر توی استاد و حافظت نظر نمیبینم. لیکن آدمی شعر نویس حکایه نویس دانشمند دوست میدارم. همون شعر یک معقولم شدم اینجا وقتی خواهم وطن رو گرچنده که من اینم مباید بود لیکن وطن دارم خودی خیلی استاد قرائت کردن همونجا رو استراحت کردم. و امروز کمی هم باشد همون معنی کمتر آزاد بود دم گرفتم. این بشرافت این بزرگان. البته استاد چیز کردن که من در همین منطقه زندگی میکنم حتی بچه ها من از سلام نمیکرد حتی مسخره میکنم میگذر این از این گناه ما هست آموزگاران که همین شخصان معتبر رو بسیارتر در نزد بچه ها ما معرفی نمیکنیم. حاضر همین در همین دوشنبه ما من رأیم که دوشنبه قریب تمامی تاجیکستان همین تلویزیون تاجیکستان قریب که تماشا نمیکنن. از شخصانی بزرگی کشور معلومات ندارد. فقط در ما ایران و افغانستان دیگر ما را کمی دور کرده است. پیش من وقتی که ما جوان بودیم دانشجو بودیم وقتی که با شاعر سلام میکردن این من دولت روسیه در بلاروس خدمت میکردم از اما جایی گفتم با شاعر سلام کردن یک تا شاعر واقعی باز سرمتان بود یک تا شاعر و یک تا نویسنده همون بلاروس خیلی رفتیم تصامل شدیم خراب بودیم. یک همراه ما باز ما افتبر خدمت کردیم پارتیزان ها بودن که بایا در اون دولت ها و آدمای کلانسول با یک دولت تابستان رفته همچون پارتیزان و سردرد نیست که در لباسی حربی همون جوانان در جمع‌آوری کردشگاه باشد در جمع‌آوری گندم باشد در دیگر کارا باشد کمک میکنند. دستات چی ما گفتم تو دستات نمیشویی چی یا که نوادیم گمت او هفته قطعی شاهد سلام کردم که بزرگ آمدن من سلام کردم یک هفته آدمی کلانسال بلاروس اومده که کلانسال یک 45 ساله دستش نشوشته است
ببینید چه حرمت احترام که اون میخونن کتاب میخونن و چینوسن بعد با قدری همه این بزرگی و مهنت دیگر رو میرسن. خب مکتب ما رو خیلی تعریف کردن، خیلی مکتب ما کمتر خیلی از بیگون از بیرون آمدگی کمتر قدر خوب نیست. تفریح دیدم اما اون خدرات چکلی که استاد گفتن نیست، لیکن باوری دارم که در آینده مکتب خودش این پیرخانه میگویم بزرگ است. البته شاگردان خوب میبرند. استادم کار از اینجا سر کردگی همین مکتب خودشون درس دادگی باز زمین جای اجازیاتشون شده ببینید زمینش مکتب 48 من آوردم میشم دیدم من خیلی با شما پیروی میکنم که با شما اکنه نمیدونم میرسن نمیرسن لیکن پیروی میکنم. خب برای این جشن خیلی هم بزرگ خب خاطرمان از نام همه خوانندگان از نام آموزگاران شما را اول خیر مقدم میگم صحت و سلامتی عمری دراز خانه آبادی و پروازی بلند ایجادی تمنا میکنم. سخت به احترامی نمیکنه. اگه گاه در یک دو سه هفته یک تا یا دو کس آیا قریب بگم لیکن بچه‌های محلی خودمون این من گفتم که باید همیشه باشه شرط نیست که هم خوبم شده نیستن یک تا دو تا اصلا من با نمیرم این همیشه لیکن در مجموع 99 از 99% همش خوبه. فاطمه، اویشا، تولی، کومنی سوربون اگه خونی ما گرفتیم گردو سپورتی دوه نه؟ البته خب یک دوزنی استان بچه هست چون که اصلا من خودم وقت هم دارم کبول لیکن بعضی وقت دیگه از دهانی دیگر رو میشنوم لیکن خودش استاد در اینجا فنی زبان و دستیار به شاگردان آموختن دوره درس دادن و شاگردان از همین حساب باشد چون که مکتب ما رو مکتب 48 رو در شهر و در بیرون از شهر خرید در جمهوری معرفی همین کس کردن از حساب همین دستگیری استاد بود که بسیاری ها طلب دارم که در مکتب گرچه که شماره خانه زیادن باشد در مکتب 48 تحصیل شدن فرزنده باشد چون که میگم که موضوعی بچه های شما میکنیم همین دستگیری استاد دارم. صحت و سلامت باشه. امید دارم